لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل باب إليها وافد يفد. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خداوند عزوجل در مورد قوم فرعون می‌فرمایند: آسمان و زمین بر آنها نگریست و به آنها مهلت داده نشد. در دریا غرق شدند و مردند و هیچ کس برای آنها نگریست. ابن عباس که خداوند از او راضی باشد پرسید: آیا آسمان و زمین برای مرده گریه می کند؟ پیامبر فرمودند: هر مؤمنی برای نمازش جایگاهی دارد که به آن عادت کرده است. به عنوان مثال در خانه‌ات فقط در جایگاه خاصی عادت به نماز خواندن داری. همه نمازها، نماز چاشت، نماز سنت و نماز فرض، اگر به جماعت نرسیدی، پس مؤمن در زمین جایی دارد که در آن نماز می‌خواند و در آسمان هم جایی دارد که اعمالش از آنجا بالا می‌رود و هنگامی که فرد می‌میرد دیگر اعمالش از بالا رفتن آن جایگاه در آسمان و از آن جایگاه در زمین قطع می شود. همچنین نماز خواندن به جایگاه هم قطع می شود. پس زمین از فراغ او گریه می کند و آسمان نیز از فراغ او گریه می کند. اما بنده فاسد و گناهکار اعمال نیکی ندارد که به آسمان صعود کند و زمین را به گریه درآورد. همانا که خداوند می گوید در حالی که آسمان و زمین نظارگر آنان بودند برای آنها گریه نکردند. حقیقت مرگ چیست؟ مرگ خروج روح از جسم است و خداوند سبحان مرگ را به دو صورت قرار داده است: مرگ صغرا و مرگ کبرا. خداوند به هنگام مرگ روح را می ستاند و نیز روحی را که در موقع خوابش نمرده از قبض می کند. پس آن نفسی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد و آن دیگر نفسها را تا هنگامی معین به سوی زندگی دنیا باز پس می‌فرستد و این قدرت خداوند است. ابراهیم به خداوند می‌گوید: به من چگونگی احیاء مردگان را نشان بده. گفت: آیا تو ایمان نداری؟ ابراهیم پاسخ داد: بله دارم و می‌خواهم اطمینان قلبی پیدا کنم. پس خداوند گفت: 4 پرنده را ذبح کن و هر جزئی از آنان را در 4 کوه مختلف بگذار، یعنی 4 پرنده بیاور، ذبحشان کرده و قطعه کن. پای این پرنده را با پای پرنده دیگری در کوهی بگذار و سر این را با سر آن دیگری در کوه دیگری بگذار و بال این را در آن کوه بگذار، جدایشان کن و در آخر در هر کوهی جزئی از آنان را بگذار. پس بازگردانده خواهد شد همانند روز اول. پس ابراهیم چنین کرد و خداوند پرندگان را در میان دستانش زنده کرد. یا همانند آن کسی که بر دهی گذشت در حالی که دیوارهای آن به روی سقفها فرو ریخته بود. او با خود گفت: چگونه خداوند اهل این ده را پس از مرگشان زنده می کند؟ خداوند او را به مدت 100 سال می میراند. سپس زندهش کرد و به او فرمود: چه مدت خواب بودی؟ گفت: 1 روز یا بخشی از 1 روز. فرمود: نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. آن مرد همراه خود مقداری غذا و نوشیدنی داشت، مثلا مقداری نان، آب یا میوه و چیزهای دیگر. خداوند به او گفت: به غذا و نوشیدنی خود نگاه کن که طعم و رنگ آنها تغییر نکرده است و به الاغ خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده و هم تو را نشانه‌ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم. و اکنون به استخوان‌های الاغ خود نگاه کن
که چگونه آنها را به هم پیوند می‌دهیم. سپس گوشت بر آنها می‌پوشانیم. پس هنگامی که قدرت الهی بر زنده کردن مردگان برایش آشکار شد، گفت می‌دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست. و همینطور مقداری نوشیدنی، آب یا شایدم دوغ. پرسید چه مدت خواب بودی؟ آن مرد 100 سال مرده بود. پرسید چه مدت خواب بودی؟ گفت شاید نصف روز یا 1 روز کامل. ابراهیم گفت خیر، تو 100 سال است مرده ای. نگاه کن، به خوراک و نوشیدنیت نگاه کن. نگاه کن، تغییری نکرده. نگاه کن، خوراک و نوشیدنیت بعد از 100 سال هیچ تغییری نکرده. اما الاغت را ببین. ببین به چه روزی افتاده. ما آن را نشانه‌ای برای مردم قرار می‌دهیم. به استخوان‌هایش بنگر که چگونه آنها را به هم پیوند می‌دهیم و سپس گوشت به آن می‌پوشانیم. پس بدان که خداوند بر هر چیزی تواناست. روزی ولید ابن مغیره که بی‌اعتقاد بود نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد و با خود استخوان قلمی خشکی در دست داشت. آن را شکست و در میان دستان پیامبر گذاشت و با تمسخر گفت گمان می‌کنی که خداوند این استخوان پوسیده را دوباره زنده می‌کند؟ رسول الله در جواب فرمودند بله، خدا هم این را زنده می‌کند، هم تو را بعد از مرگت و به جهنم می‌برد. خداوند این گونه می‌فرماید و مثالی می‌زند برای بندگانش که اگر از تو پرسیدند چه کسی می‌تواند استخوان‌های خرد شده را احیا کند، بگویید همان کسی که این استخوان را به وجود آورده و خلق کرده و همانا او بر همه چیز تواناست. همان کسی که از درخت سبز برای شما آتشی ساخت تا شما از آن استفاده ببرید. خداوند بر همه چیز آگاه است. اراده کند می‌کشد، اراده کند زنده می‌کند. روح را از بدن جدا می‌کند. ملک الموت آن را می‌ستاند و تمام. از امام مالک پرسیدند آیا ملک الموت جان پشه‌ها و حشرات را نیز می‌ستاند؟ امام مالک پرسید آیا آنها روح دارند؟ گفت بله. ایشان گفت بله، حتما ملک الموت روحشان را می‌گیرد. خداوند تمامی ارواح را به سوی خود باز می‌گرداند. همه مخلوقات روزی طعم مرگ را می‌چشند و ملک الموت جانها را می‌ستاند و کارش را به درستی انجام می‌دهد. بحث این نیست که میمیری. بحث اینجاست که چگونه بمیری و حالت بعد از مرگ چگونه باشد. جنازه ای را می‌بردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا راحت شده یا از دستش راحت شده. یعنی اینکه یا از دنیا راحت شده و به نعمتهای آخرت منتقل می شود یا اینکه فاسق و فاجری بوده که دنیا و مخلوقات از دستش راحت شدند. پس روزی جنازه از کنار رسول الله عبور می کرد. مردم در حال تعریف از او بودند. هر کسی چیزی می گفت. ماشاءالله فلانی حتی 1 روز هم نمازش ترک نشد. دومی گفت ماشاءالله هر ماه کل قرآن را دوره می کرد. سومی گفت خدا خیرش بدهد، صدقه می داد و به فقیران کمک می کرد. چهارمی گفت مرد خیلی خوش اخلاقی بود. پنجمی گفت این مرد همیشه به پدر و مادرش نیکی می کرد. ششمی گفت خدا خیرش دهد، این مرد خیلی به یتیمان کمک می کرد. در محله ما به همه صدقه می داد ولی هیچ کس نمی دانست. هفتمی گفت به خدا قسم جز خیر از او ندیدیم. خلاصه همه از او تعریف و تمجید می کردند و به خصلت‌های خوب او اشاره می کردند. پس رسول الله با آرامش فرمودند ثابت شد. بعد از مدتی جنازه دیگری را از کنارشان بردند. همه از او تعریف بد می کردند. می پرسیدند این جنازه کیست؟ گفتند جنازه فلانیه. آهان، همان که از فلانی پول گرفت و بهش پس نداد. دومی گفت اخلاق خیلی بدی داشت. سومی گفت با همسایه‌هایش بد بود. چهارمی گفت با پدر و مادرش خوب نبود و همینطور همه از او بد میگفتند. حتی 1 نفر هم از او به نیکی یاد نکرد. همه صفاتش بد بود. با همسایه‌اش بد بود، با دوستانش، با خانواده‌اش، فامیلش، فرزندانش، همسرش، همه از او بد میگفتند. پس رسول الله فرمودند ثابت شد. پرسیدند یا رسول الله منظورتان چیست؟ ایشان پاسخ دادند از جنازه اولی همگان تعریف خیر می کردید. پس بهشت بر او واجب شد.
از او تعریف کردید، از نمازش، از عبادتش، از اخلاق نیکوی او، از صدقه دادنش و تلاوت قرآن او، این که با مردم چگونه رفتار می‌کرد. پس بهشت بر او واجب است. اما از دومی فقط تعریف‌های بد شنیدیم. همه از او بد می‌گفتند، از اخلاق بدش و خوردن اموال مردم به ناحق و تمامی گناهان دیگرش. همه از او تعریف بد کردند، پس جهنم بر او واجب است. و شماها شاهدان خداوند بر روی زمین هستید. این بدان معنا نیست که ما ریاکاری کنیم یا میان مردم ظاهرسازی کنیم، ولی خداوند سبحان و تعالی هر کسی را که بخواهد قبول می‌کند. رسول الله فرمودند اگر خداوند بنده ای را دوست بدارد جبرئیل را صدا می‌زند، میگوید ای جبرئیل، این بنده محبوب من است، پس او را دوست بدار. پس جبرئیل او را دوست می‌دارد. سپس اهل آسمان را صدا می‌زنند، خداوند فلانی را دوست دارد، پس او را دوست بدارید. پس اهل آسمان او را دوست می‌دارند. تمام ملائکه، آنان که عبادت می‌کنند، آنهایی که در پیشگاه خداوند هستند و او را تسبیح می‌کنند و استغفار می‌کنند و او را دوست می‌دارند. سپس پذیرشش در زمین نازل می‌شود. چگونه به این مرحله رسید که خداوند او را دوست بدارد؟ مردم همه از او تعریف کنند، در قلب مردم باشد و او را ستایش کنند. چگونه؟ فقط با نزدیکی به خداوند متعال، با خشوع و خضوع در مقابل الله متعال، و این گونه خداوند وی را دوست می‌دارد. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، خداوند رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار می‌دهد. رسول الله می‌فرمایند و اما اگر خداوند از بنده‌ای بدش بیاید، اعوذ بالله، جبرئیل را صدا می‌زند. پس میگوید ای جبرئیل، من از فلانی بدم میآید. پس جبرئیل نیز از او بدش میآید. سپس اهل آسمان را صدا میزند، ای اهل آسمان، خداوند از فلانی بدش میآید. پس مورد خشم اهل آسمان قرار میگیرد. ملائکه در روزها، قیامها، عبادات و ذکرهایشان از این بنده بدشان میآید. سپس خشم و بغض بر زمین نازل میشود. مردم از دیدنش اجتناب میکنند، از دیدنش دوری میکنند، از همنشینی با او دوری میکنند، حتی از حرف زدن با او دوری میکنند. هر کجا که او باشد به آنجا نمیروند. خشم و بغض بر زمین نازل میشود. چگونه محبوب باشد وقتی که از انجام هیچ گناهی دریغ نکرده، حق مردم را خورده، به مردم ظلم کرده، با پدر و مادرش بد رفتاری کرده؟ چطور محبوب باشد؟ برای همین اگر مردم او را ببینند یا اگر جنازه‌اش را ببینند، از دست او راحت می‌شوند. او را لعنت می‌کنند و از بدیهایش می‌گویند. بله، شماها شاهدان خداوند در زمین هستید. بله، این مرگ است. مرگ احکامی دارد. رسول الله می‌فرمایند هنگامی که نزد میتی می‌روید، از او به نیکی یاد کنید، زیرا ملائکه بر دعای شما آمین میگویند. اگر کسی از شدت گریه برای خودش یا همسرش و فرزندانش دعا کند که به او ملحق شود و یا قبل از او بمیرد و یا بعد از خانواده‌اش زندگی سعادتمندی نداشته باشد و امثال اینها، پس فرشتگان میگویند آمین آمین. هنگامی که پیش میتی رفتید، بالای سر او فقط دعای خیر کنید، زیرا ملائکه بر دعای شما آمین میگویند. تلقین کردن به میت امر رسول الله است. به آنها تلقین کنید لا اله الا الله. به آنها تلقین کنید که لا اله الا الله را بگویند. علما گفتند به صراحت به فرد محتضر نگویید که بگوید لا اله الا الله. او را تکان ندهید، چون میترسد و شوکه میشود. میگوید یعنی من میمیرم؟ احتمالاً کلمه را نگوید، اما اگر با آرامی و آرامش به او گفته شود، او هم کلمه لا اله الا الله را تکرار می کند. مثلا همه بگویند لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، تا اینکه فرد بیمار آن را بشنود و تکرار کند. اما اگر متوجه نشد که مردم به خاطر وی این اذکار را میگویند که وی نیز تکرار کند، ایرادی ندارد که به وی به صورت ملایمی گفته شود فلانی بگو لا اله الا الله. به کسانی که در بستر مرگ هستند لا اله الا الله را تلقین کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر کس آخرین حرفش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می‌شود
و به همین خاطر این آخرین صحبت خود ایشان بود و اصحابش را به گفتن آن ترغیب می کردند. بعضی از فقها گفتند که بهتر است فرد محتضر به طرف قبله قرار داده شود. هرچند ما هیچ دلیلی برای این کار نداریم، اما گفتند که اگر بتوانید بسترش را به سمت قبله قرار دهید، همان گونه که در نماز به سمت قبله نماز می‌خوانیم، اگر توانست ایستاده و اگر نتوانست به صورت نشسته و اگر نتوانست در حالت درازکش بر پهلوی راستش و رو به قبله نمازش را می‌خواند و اگر نتوانست بر پشت می‌خوابد و پاهایش به سمت قبله باشد که اگر یک مقداری سرش را بالا بیاورد صورتش به سمت قبله قرار بگیرد، مقداری سرش را بالا بیاورد صورتش به سمت قبله قرار گیرد. پس اگر بتواند بسترش را به گونه‌ای قرار دهند که پاهایش به طرف قبله باشد و نیز بتواند بنشیند صورتش به طرف قبله باشد، کار پسندیده است. ناگفته نماند که این کار ضروری نیست و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز هیچ فرموده صحیحی در این مورد نداریم، اما کعبه قبله ما در حالت حیات و مرگمان است و در قبر هم انسان به طرف قبله دفن می شود. به همین خاطر بعضی از علما گفتند فرد محتضر را هم به طرف قبله بنشانید خوب است تا اینکه روح از بدنش خارج شود. باز علما گفتند که دعای خیر کردن نزد فردی که در بستر مرگ است کار بسیار نیکویی است و اینکه وی را به خداوند خوش گمان می کنی. مثل ابن عباس که نزد عمر خداوند از او راضی باشد رفت. عمر در حال فراغ این دنیا بود. وقتی عمر چندین بار مورد ضرب و جرح قرار گرفت، ابن عباس نزد وی آمد و عمر می گفت به خدا قسم اگر به اندازه کره زمین ثروت داشتم آن را می دادم تا از سختی های وقوف در برابر خداوند رهایی یابم. ابن عباس فرمود ای امیر المؤمنین، به خداوند سوگند که مسلمان شدنت به مثابه فتحی برای مسلمانان بود، چون مسلمانان با مسلمان شدنت قوی شدند. گفت اسلامت فتح بود و هجر کردنت نصرت خدا بود. من بارها از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود من ابوبکر و عمر خارج شدیم، من ابوبکر و عمر آمدیم. ابن عباس گفت امیدوارم خداوند تو را با هر دو دوست خود جمع کند. بعد از اینکه عمر این جملات را از ابن عباس شنید گفت به خدا سوگند که آرامم کردی، یعنی خوشحالم کردی. به همین خاطر مستحب است که فرد محتضر را به خداوندش نیک گمان بگردانیم. مادری نزد فرزندش رفت در حالی که جان میداد. مادر شروع کرد به گریه و گفت مگر نگفتم این کارا نکن، خواهی مرد. تو را از این مرگ برحذر نداشتم. این مادر میبایست گمان فرزندش به خدا را خوب میکرد. پسر به مادرش گفت مادر جان اگر حساب و کتابم دست تو بود مرا چه کار میکردی؟ مادر گفت به تو رحم میکردم و گناهانت را میبخشیدم. پسر گفت مادر جان حسابم نزد مهربانتر از توست و داشت مادرش را دلداری میداد. به همین خاطر بهتر است ما فرد محتضر را دلداری بدهیم و حسن ظن به خدا در او ایجاد کنیم. مثلا بگوییم نزد خدای بخشنده و مهربان میروی. اگر آن فرد گفت من نمازهایم را خوب نمیخوانم و با پدر و مادرم مشکل داشتم، به او بگویید نگران نباش، خدا مهربان است و شکر خدا شما نمازخوان بودی و آن روز صدقه دادی و خوش اخلاق بودی. کاری کنیم به خدا حسن ظن پیدا کند. این کاری است که باید نزد فرد بیمار انجام داد. حال انسان هنگام مرگ چگونه خواهد بود و نشانه های آن چیست و هنگامی که فوت کرد اولین کاری که با او می شود چیست؟ لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن
شيئا ما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائن